با مقصد جلب بانوها به فوتبال، ترغیب طرز حیات سالم در جامعه و رشد و عمومیت این نمود ورزش، با تشبث لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان در شهر خوجند فستیوال فوتبال برگزار گردید. در این چهاربینی ورزشی 100 نفر دختران فوتبال دوست از تمام منطقه های ولایت اشتراک نمودند. نماینده لیگ فوتبال بانوهای فدراسیون فوتبال کشور هدف برگزاری مسابقه را چنین شرح داد: در شهر خوجند فستیوال برای دخترها گذرانده شد از روی برنامه افریقا وومنز فوتبال دی که همه ساله گذرانده می شود و این سال در شهر خوجند گذشت. مقصد اساسی فستیوال این جلب دخترها به فوتبال و چه خیلی که به همه معلوم است تازه در همه کنفدراسیون‌ها به فوتبال بانوان دقت جدی داده ایستادند و ما هم همچنین برای رشد فوتبال بانوان فستیوال ها و چمپیونات ها همه ساله می‌گذرانیم. در فستیوال مربیان با اشتراکچیان مشق‌های گوناگون آبوتابی بدن و تمرین‌های فوتبال را نشان دادند. در این چهاربینی عمومی ورزشی دختران با شوق و هوس زیاد اشتراک نموده در بازی‌های گوناگون شوق‌آور مهارت سنجی کردند. برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی امکانیت فراهم می‌آورد که دختران هوسمند گردیده بیشتر به فوتبال جلب شوند. مورد به ذکر است که سال از سال در کشور ما از طرف فدراسیون فوتبال مملکت به رشد و عمومیت فوتبال توجه خاص داده می‌شود. از جمله فوتبال بانوها نیز رشد و رواج یافته، صف فوتبال باز بانوها زیاد گردیده ایستاده است. به همه اشتراکچیان فستیوال از طرف فدراسیون فوتبال کشور سر و لباس ورزشی و توپ تحفه کرده شد.